انتقال مکان نما در صفحه خروجی. گاهی ممکن است بخواهید مکان نما را در صفحه خروجی به محل خاصی منتقل کنید و اطلاعات را از آنجا دریافت و یا در آنجا چاپ کنید. به عنوان مثال ممکن است بخواهید عدد x را از سطر 5 و ستون 10 بخوانید و در سطر 6 و ستون 10 چاپ کنید. برای این منظور از تابع gotoxy استفاده می کنید. الگوی این تابع در فایل canio.h قرار دارد و به صورت زیر است: gotoxy int x int y که x شماره ستون و y شماره سطر است که مکان نما به آنجا منتقل می شود. به عنوان مثال دستور gotoxy 40 و 10 مکان نما را به ستون 40 و سطر 10 منتقل می کند. مثال: برنامه‌ای که طول و عرض مستطیلی را از ورودی خوانده مساحت و محیط آن را محاسبه می کند و به خروجی می برد. پس ما یه برنامه داریم که طول عرض یه مستطیل رو میگیره، مساحت و محیط رو میخواد و ادامه برنامه میگه برنامه قبل از تولید خروجی صفحه خروجی را پاک میکند و پس از تولید خروجی در ستون 20 و سطر 10 منتظر میماند تا کلیدی فشار داده شود. پس از مشاهده خروجی این برنامه باید کلیدی را فشار دهید تا به صفحه برنامه برگردید. خب همونطور که مشاهده میکنی اول برنامه فایل سرایند include iostream.h include canio.h int main. خب اینجا گفتیم طول عرض مستطیل رو از ورودی خوانده، پس ما طول عرض مستطیل رو به صورت یه عدد سریع در نظر میگیریم و برای اینکه میخوایم محیط و مساحت هم اینجا نوشتیم clear square. بهتر است قبل از اجرای هر برنامه صفحه خروجی پاک شود. برای این منظور از این تابع استفاده میکنیم. این تابع هم در فایل کانیو قرار گرفته است، پس این تابع برای پاک کردن صفحه نمایش به کار می رود که همونجور که تو سوال از ما خواسته بود و کد میکنیم اینتر طول عرض، درخواست ورود طول عرض رو از کاربر میکنیم، بعد سین میکنیم، میخونیم طول عرض و مقداری که به ما داده شده. خب فرمول محیط مستطیل هم که طول به علاوه عرض ضرب در 2 میکنیم و مقدارش رو در محیط میریزیم و مساحت هم به همین شکل طول ضرب در عرض داخل مساحت ریخته میشود. gotoxy چون اینجا گفتیم در ستون 20 و سطر 10 منتظر میماند، بس در gotoxy 20 و 10 رو اینجا می نویسیم، چاپ میکنیم، مساحت مساویه مقدار مساحت محیط و مقدار محیط را جلوش چاپ میکنیم، گت‌چش میکنیم، ریترن 0 و برمیگردیم به سیستم عامل. تمام. این برنامه بسیار راحتی بود که ما تونستیم مساحت و محیط یه مستطیل رو به دست بیاریم و در مکان نمای مناسبی که خواسته بودیم چاپش کنیم. خواندن کاراکترها از ورودی. برای خواندن کاراکترها از ورودی علاوه بر شیء سین میتوان از تابع get که
عضو شیء سین است استفاده کرد. این تابع به صورت زیر به کار می رود. ch مساوی cin.get که این مقدار رو طول که این تابع کاراکتری را خوانده و در متغیر ch قرار می دهد. خب برنامه‌ای که یک کاراکتری را از ورودی خوانده در صفحه نمایش چاپ می کند. پس اینکلود میکنیم iOS stream into main include conio.h into main char ch که میخوایم یک کاراکتر از ورودی بخونیم. کد میکنیم enter a character ch و مقدار این پیغام رو چاپ میکنیم و به این پیغامی که اینجا تعریف کردیم هم جلوی این دو نقطه چاپ میشه، هر پیغامی که در کاربر وارد کنه. بعد get ch میکنیم return 0. خب مثال بعدی. در این مثال ما میخواهیم این تابع رو به صورت برنامه نویسی در بیاریم. خب ابتدا همونطور که گفتیم ما بر اساس تقدم این برنامه اجرا میشه، یعنی ابتدا ضرب، تقسیم و به علاوه. ما به همین صورت برنامه اجرا میکنیم. مربع اینکلود iOS stream.h اینکلود conio.h. خب میایم شروع میکنیم int x و y و m و p کد میکنیم که 3 تا عدد رو وارد کن، چون ما در اینجا یکی این عدد، این و این 3 متغیر رو عدداش باید از کاربر بگیریم. پس اینجا این میکنیم، درخواست ورود میکنیم. بعد از اینکه این 3 عدد رو به ما داد، این عملیات رو روش انجام میدیم و حاصل رو داخل x میریزیم و کد میکنیم x مساویه x رو که x رو جلوی این چاپ میکنیم get ch و ریترن 0. پایان برنامه. خب مثال بعدی. برنامه‌ای بنویسید که زمان زندگی یک نفر یا زمان عمر یک نفر رو بگیره بر حسب ثانیه و بگوید چند سال، چند ماه، چند هفته، چند روز، چند ساعت، چند دقیقه و چند ثانیه زندگی کرده است. همانطور که مشاهده میکنید ممکن است این سوال بسیار سخت جلوه کنه، اما بسیار سوال ساده و راحتی است. فقط مقداری به تحلیل و تجزیه برنامه داره. خب ما شروع میکنیم. include iOS stream.h include conio.h into main. ما سعی کردیم به همراه برنامه یه توضیحاتی را داشته باشیم که شما بهتر متوجه شید همراه با الگوریتم. همونطور که اینجا مشاهده میکنید دابل بک اسلش برای توضیحات جلوی برنامه میتونیم بذاریم. شروع int x رو به خاطر زمانی که از نفر رو بر حسب ثانیه میخوایم بگیریم، خب متغیر x رو براش تعریف کردیم. سال یعنی چند سال زندگی کرده را در خروجی میخوایم بدیم و اینجا هم تعریف کردیم. ماه، هفته، روز، ساعت، دقیقه، ثانیه که همینطور که مشاهده میکنید به همین صورت به ترتیب از اینت تعریف کردیم. خب کلیر اسکر که برای پاک کردن صفحه نمایش همونطور که در توضیح نوشته شده کد میکنیم
لطفاً زمان عمر خود را بر حسب ثانیه وارد کنید. خب با این پیام از کاربر درخواست اینو میکنیم که زمان عمر خودش رو بر حسب ثانیه وارد کنه و در اینجا سین میکنیم x و این زمان رو میخونیم. بعد از اینکه این زمان رو خوندیم، خب ما میایم x رو تقسیم بر یه زمان بر حسب ثانیه میکنیم. ما در اینجا اومده ایم 1 سال را بر حسب ثانیه تبدیل کردیم، یعنی اول به دقیقه، بعد به ساعت، بعد به روز، هفته، ماه و سال. به این روش ما تونستیم 1 سال رو به ثانیه تبدیل کنیم و تقسیم بر x میکنیم که خارج قسمتش در اینجا تو سال ریخته میشه، یعنی تعداد سالهایی که اون شخص زندگی کرده تو اینجا ریخته میشه. خب در قسمت بعدی باید باقی مانده اونو تقسیم بر باقی ماندهش رو داخل x بریزیم، به این صورت که اگر شخص 4 سال و مثلا 6 ماه زندگی کرده، خب ما الان 4 سال اینجا به دست آورده ایم و میخواییم برای 6 ماه خورده ایشو در اینجا به دست بریم. پس باقی مانده تقسیم بالا رو داخل x میریزیم توسط این دستور. پس الان 6 ماه و 4 هفته و 2 روز و 3 ساعت و 20 دقیقه و 6 ثانیه به فرض در نظر بگیرید. خب ما اینجا الان 6 ماه رو میخوایم به دست بیاریم توسط این ماه. ما هم ماه اومدیم بر حسب ثانیه به دست آوردیم زمانشو که تقسیم برای x کردیم، خارج قسمتش تو اینجا ریختیم، یعنی الان 6 ماه رو به ما اینجا میدهد. و در این قسمت هم اومدیم دوباره باقی مانده تقسیم اینو ریختیم تو اینجا و باقی مانده رو تقسیم بر زمان بر حسب ثانیه در طول یه هفته رو تقسیم میکنیم که بفهمیم چند هفته زندگی کرده. باقی مانده تقسیم بالا رو داخل x میریزیم. خب و همچنین روز رو مثل قسمت های بالاتر تقسیم بر 86400 کردیم که یک روز 86 و 400 یا به عبارتی 86400 ثانیه است که تقسیم بر باقی مانده کردیم که بفهمیم چند روز عمر کرده. و باقی مانده تقسیم بالا رو هم داخل x ریختیم برای اینکه ساعتش رو به دست بیاریم. هر ساعت هم 3600 ثانیه است که تقسیم بر باقی مانده کردیم تا بفهمیم چند ساعت به دست آمده. و اینجا هم باقی مانده تقسیم رو گرفتیم برای به دست آوردن دقیقه. هر دقیقه هم 60 ثانیه است که تقسیم بر باقی مانده x بالا کردیم تا بفهمیم چند دقیقه زندگی کرده. و همچنین در آخر باقی مانده هرچی که از دقیقه بمونه باقی ماندهش ثانیه است. به همین راحتی ما تونستیم متوجه بشیم چند سال و چند ماه، چند هفته، چند روز، چند ساعت، چند دقیقه و چند ثانیه شخص مورد نظر ما عمر کرده است. توجه به سوال برنامه داشته باشید که یک نفر بر حسب ثانیه بگیرد، زمان و زندگی یک نفر بر حسب ثانیه بگیرد. اگر این به جای ثانیه روز بود، ما در سال حساب میکردیم در سال چند روز است و تقسیم ها اونا بر حسب روز میگرفتیم. چون اینجا بر حسب ثانیه است پس تقسیم های ما باید بر حسب ثانیه باشد. خب
خب در ادامه میایم سالو چاپ میکنیم، جلوش مقدارشو و بکسلاش n که برای خط بعدی میره و این مقدار چاپ میکنه، یعنی ماه و هفته رو، روز و ساعت و دقیقه و ثانیه، که اینجا میایم مقدار رو چاپ میکنیم در هر خط و آخر برنامه get ch میکنیم و ریترن 0.